وقتی مامانت و خالت دارن با هم حرف میزنن. محمد بدبخت شدی، مامانم داره آبرو ما پیش مامانت میبره. مامان منم همینطور. انگار این دوتا خواهر با هم مسابقه گذاشتن آبرو ما رو ببرن. حالا چیکار کنیم؟ من نمیدونم، ولی اگه این موضوع ادامه پیدا کنه قطعا من و تو به فاک میدیم. آها، میرم سیم تلفن رو قطع کنم بیام. A few moments later. حاجی سیم تلفن رو قطع کردم، حل شد نه؟ نه بابا، اینا دارن با موبایل حرف میزنن. ای بابا، من میرم برق واحد رو قطع کنم. 2000 years. حاجی آنتن قطع شد؟ نه بابا، اینا همه دارن با حرف میزنن. حاجی به نظر چیکار کنیم؟ آها، من میرم سیم تیربرق رو قطع کنم بیام، اینجوری آنتن کل ساختمون میره. ایول. حاجی برق منو گرفت. ولی برق یه منطقه رو پروندم، خوب شد، نتیجه داد. نه بابا، دارن پیامهای خودشونو با کفتر میرسونن. مامان من کفتر بازی بلد بود، نامه به کفتر میده. من یه ایده دارم. بیا این بمب اتمه چند ثانیه دیگه میتره که دیگه کسی نمیتونه در مورد ما حرف بزنه. خب احمد، خودمونم که به فنا میریم. دیگه دیره.